مجاهدین 20 سال بر علیه غلامان و بر علیه سفاکان تاریخ با جان و مال خود استاد شدند. امروز الحمدلله جان ما در امن هست، ناموس ما در امن هست، مال ما در امن هست، عزت و آبروی ما در امن هست، شریعت ما در امن هست، نظام ما در امن هست، خود ما در امن هستیم. شبها و روزها را که ما سپری میکنیم در امن هستیم. این در حقیقت مدیون خون شهدا هست. این در حقیقت مدیون مجاهدت مجاهدین است. این در حقیقت از خودگذشتگی های فرزندان شما هست. افغانستان گورستان امپراتورها هست. نیاکان ما پوزهای انگلیس را به خاک مالیدند. پدران ما پوز روس را به خاک مالیدند. و فرزندان شما ای ملت پوز سفاکان تاریخ امروزه را، پوز کسانی که خود را ابرقدرت دنیایی معرفی کردند، پوز اینها را فرزندان شما به نصرت و یاری پروردگار عالم به خاک و خون مالیدن، شبانه افغانستان را ترک کردند. امروز این وظیفه و این وجیبه ملت مسلمان افغانستان هست که در برابر غلامان آمریکا و انگلیس و در برابر برده های صهیونیست های ظالم استاد شود و از این نظام مقدس و از این دین و از این ملت و از این افغانستان حر و آزاد دفاع بکنه. تا دیروز را الله سبحانه و تعالی مجاهدین را مورد امتحان خود قرار دادن. امروز همون مجاهدین که برای ما حریت و آزادی را آوردن، امروز افغانستان بار دیگر مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفتند. این امتحان ملت است که در برابر تجاوز سفاکان تاریخ استاد شود که با یک صدا و پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور استاد بشود، صدا بلند بکند که ای مجاهدین، ای نیروهای شجاع ما، ای کسانی که شما 20 سال بر علیه آمریکا جنگیده این، اون 20 سال هم ما پیش شما استاد بوده ایم. امروز که دوباره دشمن با رنگ و بوی دیگری وارد عمل شدگی هست، دشمن با نیرنگ دیگری وارد عمل شدن، دشمن با تدبیر دیگری وارد عمل شدن. ای مجاهدین، ای نیروهای شجاع و دلیر ما، شما این را متوجه باشین که ملت به پیش شما ایستاده هست. ملت هیچ وقتی پشت سر شما را خالی نمی کند. امروز غرب‌زده هایی که خود را افغان معرفی می کنند، آنهایی که 20 سال بردگی غرب را کرده بودند، آنها امروز دست را به طرف غلامان غرب دراز کردند. دست بردگی را، دست غلامی را امروز به طرف پاکستان مزدور شرق و غرب دراز کردند. پاکستانی که همواره به خاطر از بین بردن نظام مقدس اسلامی در افغانستان کوشش میکند. امروز فرزندان همین غرب‌زده‌ای که خود را افغان معرفی میکنند میگوید این جنگ پاکستان به همراه طالب هست، نه جنگ پاکستان به همراه ملت افغانستان. من از همین تریبون محمدی اعلان میکنم، از همین منبر محمدی اعلان میکنم که ای مزدور، ای غرب‌زده، ای انسان غلام و پرده، مگر تو کور بوده ای؟ ندیده ای که سفاکان تاریخ پاکستان آمدن کابل را که بمبارد کردن، خوست و پکتیا را که بمبارد کردن، آیا یک نظامی را بینیش خون شد؟ نخیر، همگی را که زردن ملت مظلوم افغانستان بودن، ملت بودن، مردم بودن. تویی که امروز به خاطر از اینکه پاکستان از تو خوش شود، یک 4 کلدار را، یک 4 دلار را برای تو به دهن تو بزند، به خاطر از این اقدام میکنه، ملت را پیش سر گذاشته ای. این را متوجه باش که مردم افغانستان مردم مجاهد است، مردمی هستند که همواره از آزادی خود دفاع کردن و دفاع میکنن، نیاز برای تو غرب زدن ندارن. تو غربی کی هستی که امروز خود را نماینده مردم افغانستان معرفی بکنه؟ پدران تو تا دیروز را بر گرده همین ملت تحمیل شده بودن از طرف غرب زده ها. امروز تو هم صدا بلند میکنی، فکر میکنی که ملت هنوز هم خواب است. نخیر، ملت بیدار است. ملت امروز فهمیدن قدر آزادی را، قدر امنیت را، قدر نظام مقدس اسلامی را و قدر نیروهای شجاع خود را فهمیدن.
برای غرب زده ها، برای دلار پرستان، برای کلدار پرستان فرصت دیگری میسر نیستند. اینا متوجه بوده باشد. افغانستان حر هست، آزاد هست و آزاد خواهد بود. امروز بعضی از غرب زده ها شعار میدهد، میگوید که پاکستان ابرقدرت هفتم هست، یعنی پاکستان قدرتمند در درجه هفتم قرار دارد، مقابله با این ناممکن هست. ای غلام و مزدور، تو مگر از تاریخ افغانستان هنوز هم درس نگرفته؟ اون قدرت هفتم باشه، آمریکا قدرت اول بود که در افغانستان پوزش به زمین مالیده شد. اونهایی که امروز به موشک‌های خود بنازد، اونهایی که با سلاح‌های توربرد خود بنازد، ملت افغانستان با خدای خود مینازد، ملت افغانستان با عقیده راسخ خود مینازد، ملت افغانستان با ایمان قوی خود مینازد. میگوید که این جنگ جاهلا در مقابل ابرقدرت ها هست. ملت مظلوم افغانستان همه جاهل خطاب میکنند. الحمدلله ملت افغانستان از اول هم بیدار بودند، برای فعلا بیدارتر شدند. ملت افغانستان در سراسر کشور قد علم کرد به خاطر دفاع از مجاهدین و به خاطر حمایت از مجاهدین و پشتواری از مجاهدین. اما غرب زده ها چی میگوید؟ میگوید که این جنگی هستند که از طرف افغانستان و مردمش حمایت نمی شود. مگر شما از نیروهای دفاعی خود حمایت نمیکنین حمایت؟ میکنیم، با صدای بلند بگیم میکنیم. کسانی که به این مسجد و به این مکان مقدس ایستاد شده اند، اینها کسانی هستند که آبایشان، نیاکانشان، مشتهای آهنینشان به دهن همانا انگلیس خوردند. مشتهای آهنین خود از این محاسن سفیدان به دهن روسها خوردند. مشتهای آهنین و مشتهای فولادین خود فرزندان شما به دهنهای آمریکا خوردند. آیا امروز کسانی که مشتهایشان بر دهان روس خوردند و کسانی مشتهای فولادینشان به دهن آمریکا خوردند، این دو مشت یکی شده به دهن نظام پاکستان آیا نمیخورند؟ آنها شبانه میآیند افغانستان هم بمباردمان میکنند. ای صفاکان تاریخ، اگر شما جرأت داشته باشید رو به رو به همراه ملت افغانستان روی در رو شوید، ببینید که شما را چی درس میدهد. بادار شما را چی درس داده بود که شما امروز هنوز هم درس نگرفته اید؟ پس ما از همین تریبون محمدی اعلام میکنیم، ای مجاهدین امارت اسلامی، ای نیروهای دفاعی ما، شما این را به خاطر بسپارید که در دعاهای بعد از نماز ما، در دعاهای بعد از تلاوت ما، در دعاهای تهجد ما شما سهیم هستین. الحمدلله ملت به پیش شما ایستاد هست، با دعای خود گرفته، با جان مال خود به پیش شما ایستاد هستند.